خب قرار شد که یک سری سلسله ویدیوهای درمان تخمدان پولیکیستیک رو براتون بذارم. اصل اول در درمان تخمدان پولیکیستیک اصلاح سبک زندگی. یعنی میشه گفت تنها روش، بهترین روش، ارزانترین روش و مطمئن ترین روشی که شما میتونید استفاده کنید برای درمان تنبلی تخمدانتون اینه که خیلی مصمم و با اراده سبک زندگیتون رو تغییر بدین. بله درسته پولیکیستیک ها بی‌حوصله هستن و علائم افسردگی ممکنه داشته باشن و خیلی وقتها واقعا توان انجام خیلی از کارها رو به خاطر مشکلات هورمونی ندارن. اما اینو باید بدونید که اصلاح سبک خیلی بهتر از دویدن در مراکز درمانیه. اصولا سبک زندگی به مجموعه کارهایی که شما از صبح تا شب تو زندگیتون انجام میدین سبک زندگی شما میگن. سبک زندگی افراد ممکنه خاص خودشون باشه. اینکه شما چه ساعتی میخوابید، چه ساعتی از خواب بیدار میشید، صبحانه نهار شامتون رو چه ساعتی میخورید، آیا در زندگیتون فعالیت دارید یا ندارید، از داروی خاصی استفاده میکنید یا نه، مشکل خاصی دارید یا نه، آیا از قلیون، سیگار، مشروب استفاده میکنید یا نمیکنید و چند ساعت سر کارین، از چه نوع مواد غذایی استفاده میکنید. اینا مجموعه های سبک زندگی شماست. و سبک زندگی سالم سبکی هست که مطابق با خلقت بدن شما طراحی شده باشه. سبک زندگی همچنین شامل افکار، ایده ها و اندیشه های شما میشه. شامل طرز فکری که دارید، نگاهی که به خودتون دارید، چقدر خودتون رو میشناسید، چقدر خودتون رو باور دارید، چقدر برای خودتون اهمیت قائلید. آیا شخص اول زندگی خودتون هستید؟ آیا براتون مهم خواستهای خودتون رو ارجحیت بدید به خواستهای دیگران؟ و حتی از دیدگاه من ارتباط شما با خالق هستی، نگاهی و باوری که دارید به جهان هستی، به اینکه این جهان خالقی داره بی همتا و پروردگاری داره توانا که مطمئناً هیچ چیزی و هیچ اتفاقی که توی این جهان میفته تصادفی نیست و حتی مشکل و بیماری که ما بهش دچار میشیم حکمتی داره و حتما راهی برای رشد و بالندگی ما هست. پس وقتی باور کنیم که چیزی توی جهان اتفاقی نیست و هر چیز حکمتی داره، اون وقت باور میکنیم که خدایی که ما رو دوست داره و آگاه به افکار ما، راه درمان ما رو اینجا بر ما قرار داده و خواسته که ما این راه رو پیدا کنیم و با توکل به خودش این راه رو ادامه بدیم، انجام بدیم و انشالله به امید خدا به نتیجه برسیم. پس یکی از مهمترین چیزهایی که در اصلاح سبک زندگی ما بهش نیاز داریم این باور هست و میتونیم نگاه کنیم به افرادی که باور کردند، تلاش کردند و به لطف خدا به نتیجه رسیدن و درمان شدن و هر کدومشون یه چراغ شدن برای راه تاریک زندگی دیگران. بعد از اینکه باور کردیم باید تلاش کنیم و وقتی که داریم تلاش میکنیم دیگه برامون نباید مهم باشه که دیگران چی میگن، دیگران در مورد ما چه فکری میکنن و از ما چه توقعی دارن. ما راهمون رو پیدا کردیم، راهمون رو شناختیم، باور کردیم، پس الان باید توکل کنیم و توی راهی که داریم میریم از همه چی مهمتر اینه که صبر داشته باشیم. دردی که ما داریم، مشکلی که ما داریم یک روزه به وجود نیامده. تخمدان پولیکیستیک یک بیماری حاد نیست، یک چیزیه که ذره ذره در بدن ما اتفاق افتاده و تغییراتی رو به وجود آورده و ما باید با صبوری تمام نکات اصلاح سبک رو رعایت کنیم تا به لطف خدا انشالله بتونیم بدن خودمون رو از این درد و از این گرفتاری نجات بدیم. در آغاز هر کاری باید سپاسگزار باشیم، سپاسگزار خدایی که اگر به ما دردی داد درمانش رو هم نشون داد.
ما رو تنها نذاشت و کمک کرد تا راه درست رو پیدا کنیم. سپاسگزاری به شما کمک میکنه تا حال بهتری داشته باشین. برای تمام نعمت‌هایی که خدا بهتون داده، برای گوشی که الان دارید این پیام رو میشنوید، برای چشمی که دارید میبینید، برای دست هاتون، برای زندگی که خدا، موهبتی که خدا بهتون داده، برای تک تک نفس هاتون و برای تک تک لحظه هایی که زندگی کردید و عزیزانتون رو در کنارتون حس کردید. سپاسگزار باشید و از الان سپاسگزار باشید برای تمام آرزوهایی که انشالله به امید خدا با اصلاح سبک بهش خواهید رسید. خب میریم سراغ اصلاح سبک زندگی. اولین قدممون در اصلاح سبک زندگی کاهش استرسه. بله سخت‌ترینش هم هست، مهمترینش هم هست و شاید خودمون به تنهایی هرگز نتونیم برای کاهش استرسمون کاری کنیم. در باور من استرس یعنی این که ما به خدا داریم میگیم تو کارتو بلد نیستی، من باید هرس بخورم تا تو کارتو انجام بدی، وگرنه همه چیو میسپارم به خدایی که کارشو بلده، تلاشمو میکنم و منتظر میمونم تا زمان موعود فرا برسه. باور کنید که خدا بر همه آرزوهای ما و همه زندگی ما زمان بندی داره. اگر به زمان بندی خدا ایمان بیاریم و باورش کنیم دیگه اصلا استرس نخواهیم داشت. حالا گاهی ریشه استرس ها و تنش ها در کودکی ماست که شاید نیاز به کمک روانشناس داشته باشیم. بعد از اینکه واقعا به خدا اعتماد کردیم، راهکارهایی هم میتونیم پیشنهاد بدیم بهتون که کمک کنه در کاهش استرس. میدونید که یک سری هورمون هایی توی بدن ما ترشح میشن به خاطر استرس، مثلا کورتیزول که روی تمام متابولیسم بدن ما و تمام هورمون های دیگه بدن ما مثل انسولین، مثل هورمون های هیپوفیز و تیروئیدمون اثر بد میذاره. این کورتیزول یکی از راهکارهای کاهش کورتیزول رقص هست، ورزش هست، یوگا هست، انجام کار هنری هست، انجام تنفس های دیافراگمی هست و ورزش هست و حس خوبی که با مدیتیشن هست. اینها چیزهایی هست که به ما کمک میکنه. راهکاری هست که تک تکش رو حالا براتون توضیح میدم. هر روز از خواب که بیدار میشید لبخند بزنید. از خواب بیدار میشید جلو آینه برید لبخند بزنید. با خودتون حرف بزنید و خودتون رو تمجید و تقدیر کنید. حتما جلو آینه با لبخند برقصید. کار هنری که یاد میگیرید مثل گلدوزی، خیاطی، بافتنی، موسیقی، این باعث میشه که هورمون‌های خوب تو بدنتون ترشح بشه، دوپامین ترشح بشه، سروتونین ترشح بشه. میدونید آنتروفینی که حالا آدمو خوب میکنه اکثرا از روده ترشح میشه، اما شما وقتی که میرقصید و میخندید هم شما میتونید آنتروفین ترشح کنید و وقتی که با لبخند به خودتون زل میزنید تو آینه و میرقصید حتی اکسیتوسین میتونید ترشح کنید و تمام این هورمون ها تک تک میتونن حال شما رو اونقدر خوب کنن که دیگه حس افسردگی نداشته باشید. یوگا، مدیتیشن و ماساژ تمام بدن، ماساژ آرام تمام بدن بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه به شما. یوگا هم میتونه در تقویت عضلات بدن شما، عضلات لگن شما، خون رسانی به لگن شما و رحم و تخمدان شما کمک کننده باشه و هم میتونه در آرامش روح شما کمک کننده باشه. ماساژ تمام بدن علاوه بر اینکه خون رسانی رو به اندام ها زیاد میکنه، میتونه دفع مواد زائد از بدن شما رو زیاد کنه و این خودش بسیار کمک میکنه به حال خوب شما. و مدیتیشن و ارتباط با خدا باعث میشه شما از اون حال بد، حال افسردگی و حال بیقراری که دارین واقعا رها بشید و احساس آرامش کنید. استفاده از موبایل نه تنها باعث میشه کیفیت اسپرم و تخمک بد بشه، بلکه باعث به هم ریختن هورمون‌های شما و ایجاد التهاب در بدن شما میشه.
هر کاری رو میشه از موبایل استفاده نکنید واقعا انجام ندید این کار. یعنی اگر میتونید با تلفن ثابت صحبت کنید. مطالعه رو با موبایل انجام ندید. موبایل سرگرمی نیست و ساعت استفاده از موبایل رو به حداقل برسونید. حتما زمانی رو برای کار هنری اختصاص بدید. نگید وقت ندارم، ما در 24 ساعت واقعا شاید 8 ساعتش رو بخوابیم، 8 ساعتش رو کار کنیم، 4 ساعتش هم حالا به کارهایی مثل غذا خوردن و غذا پختن و کارهای شخصیمون بپردازیم. همه ما 3-4 ساعت وقت آزاد داریم که به راحتی میتونیم این وقت آزاد رو برای کار هنری ازش استفاده کنیم تا حالمون خوب شه. در قسمت‌های آینده درمان پولیکیستیک من سبک زندگی سالم رو براتون شرح میدم. رژیم‌های غذایی مناسب تخمدان پولیکیستیک رو، آزمایش‌های مربوط به تخمدان پولیکیستیک رو و داروهایی که کمک میکنن به ما که بتونیم تخمدان پولیکیستیک رو کنترل کنیم. اصلاح سبکی که در قسمت‌های آینده براتون خواهم گفت فقط برای درمان تخمدان پولیکیستیک نیست، اما از اونجایی که تقریبا نیمی از فالوورهای من با مشکل تخمدان پولیکیستیک درگیر هستن، سعی میکنم اول درمان تخمدان پولیکیستیک رو کاملا توی پست های آینده بگم. اما اصلاح سبک زندگی یک روش مشترک در درمان تمام بیماری هاست، پس اختصاصی بهش نگاه نمی کنیم.